یکی از سوالات آزمون سنجش رو براتون حل میکنم. اگر کنکوری 1403 هستید تیر ماه نگاه کنید. گفته که ریشه های معادله‌ای که ما دادیم x1 و x2 هستن، x1 رو به x2 تقسیم کنید. خب برای حل معادله مجبوریم از دلتا بریم. b2 منهای 4 آسی 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 تا منهای 4 برابر ضرب a در c که می شود منهای 3. 12 و 12 24. بریم سراغ پیدا کردن ریشه ها. منهای b یعنی 2 رادیکال 3 منفی و مثبت رادیکال 24. اگر موافق باشیم بنویسیم 6 4 تا که جذر 4 بشه 2 به روی 2 برابر a که میشه 6. خب بچه ما درست حل کردیم، ولی وقتی که این دو تا ریشه رو به هم تقسیم میکنیم جواب رو در گزینه ها پیدا نمی کنیم. پس اولین کاری که میکنیم همه روابطمون رو به یه 2 تقسیم میکنیم. میشه رادیکال 3 منفی و مثبت رادیکال 6 تقسیم بر 3. حالا گفته که 2 تا ریشه رو به هم تقسیم کن. رادیکال 3 به علاوه رادیکال 6 سوم، رادیکال 3 منهای رادیکال 6 سوم. 3 رو با 3 میزنیم و این رو به عنوان پاسخ می نویسیم، اما جوابمون توی گزینه ها نیست. اگر میخوان روش ساده کردن رادیکال ها و پیدا کردن گزینه ها رو بدونید، یه سری به کانال تلگرام ما بزنید.